با این روش میتونید تمام سال لوبیا سبز تازه و خوش رنگ داشته باشید. اول لوبیا سبزها رو شسته و سر و ته اونها رو بگیرید. بعد لوبیا سبزها رو داخل یک قابلمه آبی که در حال جوشیدنه بریزید و اگر آب کم بود بهش آب جوش اضافه کنید. لوبیا سبزها باید نیم پخت بشن. بعد از این اونها رو آبکش میکنیم و بعد 10 دقیقه داخل یک کاسه پر از آب یخ قرار میدیم تا رنگ لوبیا سبزها حفظ بشه. بعد لوبیاها رو داخل یک شیشه تمیز میچینیم و به هر شیشه یک استکان سرکه و مابقی اون آب نمک جوشیده شده سرد شده اضافه میکنیم. برای آب نمک به ازای هر لیوان آب یک قاشق غذاخوری نمک میخوایم. سرکه و آب نمک تأثیری توی مزه ندارن و فقط برای نگهداری هستن. از شیشه ها رو 20 دقیقه داخل قابلمه بزرگ آب بجوشونید و 12 ساعت برعکس توی در قرار بدید.